غلو و افراط در حق فاطمه رضی الله عنها. اگر فاطمه نبود نبوتی نبود، اگر فاطمه نبود از اسلام خبری نبود. یعنی اینکه حضرت زهرا به مقامی رسید که اگر زهرا نبود اصل و ریشه و اسلام از بین رفته بود. زهرا کوثری بود که وقتی خدا این کوثر رو به پیامبر داد، وقت پیامبر دینش جاودانه شد، دینش تثبیت شد. اگر امیرالمومنین و فرزندان زهرا سلام الله علیهم اجمعین نبودن، یقینا امروز نامی هم از پیامبر نبود. پس مبدأ و اصل پیامبر هم برمیگرده به حضرت زهرا سلام الله علیها. اصل وصول مقام نبوت و یافتن درجه نبوت و تکامل در مسیر نبوت اعتراف به محبت و فضیلت و اطاعت فاطمه زهرا. پس اصل نبوت میشه فاطمه. به تحقیق مادر ما فاطمه واجب الاطاعه، مفروض الطاعه بر جمیع مخلوقات عالم، پرندگان، آسمانیان، زمینیان، خزندگان، درندگان، گیاهان، جمادات، نباتات، افلاک، خورشید، ماه، ستارگان و حتی بر انبیا و بر ملائکه واجب است مطیع محض فرمان فاطمه باشه. این نکته خیلیه، یعنی میشه اصل عبودیت. و حتی بر انبیا و بر ملائکه واجب است مطیع محض فرمان فاطمه باشه. این نکته خیلیه، یعنی میشه اصل عبودیت. بینندگان گرامی، مشاهده فرمودید که ابراز محبت دروغین به فاطمه زهرا رضی الله عنها باورهای این آخوندهای رافضی و افراطی را تا حدی برایشان مزین کرده که او را همه کاره جهان هستی دانسته، انبیا و ملائکه و تمام کائنات را فرمانبر محض او می‌دانند و چیزی نمانده که ادعای خدایی این بانوی بزرگوار را نیز مطرح کنند. این در صورتی است که نصوص قرآن و سنت اطاعت محض را فقط به الله متعال و رسولش منحصر کرده است، چنانچه الله متعال می‌فرماید: من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. هر کس از پیامبر پیروی کند همانا از الله پیروی کرده است و هر کس از اطاعت ایشان رویگردانی کند پس ما تو را به عنوان مراقب و نگهبان آنها نفرستاده ایم. و در آیه دیگری پیروی کننده از الله و رسولش را این گونه سعادتمند معرفی می کند: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. و کسی که از خدا و پیامبر اطاعت کند او همراه کسانی خواهد بود که الله به ایشان نعمت داده است، همراه پیامبران و راستگویان و شهیدان و نیکوکاران و آنان بهترین همراهانند. این موهبتی از جانب الله متعال است و کافی است که الله آگاه باشد. همان گونه که در این آیه بیان شده، انسان در پرتو پیروی از دستورات الهی و پیامبر بزرگوارش صلی الله علیه و سلم به سعادت اخروی میرسد و هیچ اشاره‌ای به اطاعت از فاطمه رضی الله عنها و دیگران وجود ندارد. سبحانه و تعالی عما یصفون. الله متعال از آنچه که اینها میگویند پاک و منزه است.